سلام، من فریبام و میخوام توی این جلسه براتون یک اسکاچ ببافم. اول در مورد کانوا بهتون توضیح بدم. این مدل کانواها رو در کل بهش میگن کانوای یوموش و شما با این مدل کانوا میتونید اسکاچ ببافید. پس شما کانوای یوموش لازم دارین برای مدل دورو و کانوای سوزنی. اصولش چیه و ما چجوری میتونیم یک اسکاچ خیلی خوب ببافیم؟ نکته اول که از همه چی مهمتر قلابه. شما کانوای یوموش رو باید با قلاب شماره 4 ببافید. به هیچ عنوان نمیتونید که با قلاب دیگه ای ببافید، فقط با قلاب شماره 4. کانوای سوزنی رو باید با قلاب شماره 3 ببافید، با هیچ قلاب دیگه ای نمیشه بافت. دلیلش هم اینه که بافت شما شل و سفت در میاد. شما میتونید با هر قلابی ببافی ولی نتیجه مهمه و نتیجه کار شما با این شماره قلاب ها خیلی خیلی خوب و عالی خواهد بود. نکته بعد این که شل میبافیم و الان من روی یک کانوای ساده بهتون یاد میدم که چطور این دایره رو ببافید که یک اسکاچ خیلی خوب محکم و تمیز داشته باشید. حتی من دیدم بعضی اسکاچ ها رو میخریم و اسکاچ شکافته میشه از وسط. ما نمیخوایم که اسکاچمون از وسط یا از اینجاها شکافته بشه و بافتش باز بشه. اینا در صورتی خراب میشن، اسکاچایی که من میبافم در صورتی خراب میشه که چاقو بخوره نخش پاره بشه، وگرنه غیر ممکنه اسکاچی که بافتم باز بشه و یا خراب بشه. برای شروع کار ما 4 تا زنجیره باید ببافیم. این که هیچ، این گره اولیه. 1 2 3 4 تا زنجیره ببافید و اینا رو حلقه کنید. به این صورت یه حلقه ایجاد میشه. 1 2 و 3 تا زنجیره ببافید و داخل این حلقه ای که ایجاد شده با 4 تا زنجیره شروع کنید به بافت پایه بلند. دقت کنید شما چه با یوموش میبافید چه با سوزنی، خیلی مهمه که بافت رو شل بگیرید، بافت رو نکشید. خیلی این نکته مهمیه و به این صورت میبافیم. 12 تا پایه بلند باید داخل زنجیره ها بافته بشه، یعنی داخل این حلقه ای که ایجاد کردیم. 1 2 3 4 5 6 12 تا پایه بلند بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. یه نکته بگم، شما توی کانوای یوموش نمیتونید پایه رو راحت پیدا کنید. پس وقتی که اولین پایه رو بافتید حتما زنجیره پایه اول رو علامت بزنید. من اینو یادم رفت بهتون بگم، حتما اینجوری زنجیره پایه اول روی کانوای یوموش رو علامت بزنید. اگر علامت نزنید ببینید اصلا گمش میکنید، نمیتونید پیدا کنید که کجا پایه اولتون بوده و اصلا دیده نمیشه. برای همینه که من اینو توی ویدیو اصلا بهتون نگفتم و با نخ ساده دارم میبافم. خب پس حتما زنجیره پایه اولتون رو علامت بزنید که پایه رو گم نکنید. علامتتون رو بعد همونجا بر میدارید و سری روش بافت میزنید وگرنه که گم میشه. این زنجیره پایه اول رو کاری نداریم. زنجیره قبلش که زنجیره سوم از 3 زنجیره هست رو ما بست میزنیم. بعد از بست زدن به 3 زنجیره 1 2 3 تا زنجیره دیگه هم میبافیم و در زنجیره پایه اول 2 تا میبافیم. کلا رج دوم همه پایه ها 2 تایی بافته میشن. خیلی دقت کنید به بافت من. ببینید اینجا رو یه ذره میکشیم که این زنجیره یه ذره کشیده و بلندتر بشه. اینجوریه که بافت شما نرم و خوب در میاد. اگر که پایتون شل نباشه
بافتتون نرم و یک دست نمیشه، میشه همون اسکاجایی که کف نمیکنه. زنجیره پای اول رو علامت بزنید. 2 تا دوباره تو هر پایه میبافید. 1 2. ببینید پایه ها رو یه مقداری کشیده تر میزنیم که شل در بیاد. ببینید این کشیدگی اگر خیلی زیاد باشه کار شما کلاه میشه. اگه دیدین با فرمول مندارین میبافین و کارتون شبیه کلاه شد، بدونید که خیلی دیگه کشیده بافتین، خیلی دیگه شل بافتین کارو. خب توی هر پایه 2 تا ببافید. من در هر پایه 2 تا بافتم و بافتم به آخر رسیده. این زنجیره پایه آخر هست. اینجا قسمت 3 زنجیر است. این بست منه و اینجا بافت زنجیره هامه. اینجا بافت انجام نمیدیم. میتونید پایه هاتون رو بشمارید. علامت رو دوباره بر میداریم و به 3 زنجیره بست میزنیم. روی کانوای سوزنی شما راحت میتونید ببینید، ولی روی یوموش اصلا راحت نیست کارتون. 3 تا زنجیره ببافید. اولین پایه 2 تا بافته میشه. 1 و 2. دقت کنید که یه ذره حس کردین کارتون حالت جمع شدگی پیدا کرده. ببینید در این حد چی کار میکنید؟ یه ذره اینجوری لبه هاشو میگیرید، به این صورت میکشید. اگه کار واقعا شل باشه صاف میشه. اگه کارتون شل نباشه، چون من شل بافتم کلا، اگه کارتون شل نباشه اصلا صاف نمیشه و نمیتونید دوباره صافش کنید، به این صورت در بیارین. خب 2 تا رو یک جا بافتم. پایه بعدی یه دونه تنها. 1 دوباره 2 تا. 1 2 1 بعدی دوباره 2 تا. 2 تا یکی. 2 تا یکی. اینطوری میبافیم تا رجمون تموم بشه. خب اینجا رسیدم به پایه آخر و پایه آخر رو میبافم. رسیدیم به اینجا و گفت بازم تاکید میکنم من اینجا نیازی به علامت ندارم. شما حتما از علامت روی بافت یوموش باید استفاده کنید. روی بافت سوزنی هم واضحه نیاز به علامت نداره چون پایه ها رو شما میبینید، ولی روی بافت یوموش حتما باید علامت گذاری رو انجام بدین. دقیقا اون جایی که میخوایم بافت انجام بشه موقع شروع علامت داشته باشید. خب برای بستن رج دوباره به 3مین زنجیره بست میزنم. 3 تا زنجیره میبافم و اولین پایه 2 تا میبافم. 1 2. اگر نکاتی که بهتون گفتم رو رعایت کنید اسکاجای بی‌نقصی خواهید داشت. تک تک این نکات مهمه. اگر که بافتید و بازم بافتتون ایراد داشت دوباره ویدیو رو از اول نگاه کنید. 2 تا رو یک جا بافتم. 2 تا دونه تنها. دوباره 1 2. 2 تا یک جا. 1 2. 2 تا تنها. 1 2. دوباره تکرار میکنیم. 1 2 1 2 1 2 1 2. رسیدم به آخر رج 4م. اینم آخرین پایه و بست به 3مین زنجیره. خب اینجا ما 4 رج بافت داریم. بافت یوموش من این الان 4 رجه. میبینید چقدر تفاوت اندازه داره؟ این الان 4 رج بافت هست و اندازش اینه. خب پس قلابی که مناسبش هست استفاده کنید. بافتتون کافیه و اندازش به این اندازه در میاد که برای اسکاچ مناسبه. اینو 4 رج میبافیم، اما قسمت سوزنی رو باید 5 رج ببافیم که الان رج پنجم رو هم با هم میبافیم. 1 2 3 4 و 5. پس اینو 4 رج ببافید، آماده کنید. سوزنیتون رو 5 رج ببافید.
1 2 3. اینجا توی پایه اول 2 تا ببافید. 1 2 3. 3 تا پایه تنها ببافید. 1 2 3. دوباره 1 2 1 2 3. 2 تا یک جا. 1 2 3 تا تنها. 1 2 3 تا آخر. رج پنجم تموم شد. من آخرین پایه رو بافتم. یه دونه پایه میبینید که 2 تا یک جا. 1 2 3 تا تنها دارم آخر رجم. بست میزنم و رج آخر رو میبندم. یه دونه زنجیره هم برای محکم‌تر شدنش. ببینید این یک بافت دایره خوب و مناسب برای اسکاجه. دقت کنید اگر میخواین که بافتتون خراب نشه حتما باید این سر نخ رو مخفی کنید. ببینید اینجا ما وقتی که زنجیره میزنیم و بافتمون رو شروع میکنیم این سر نخ رو داریم. دیگه من با این دایره کاری ندارم و روی این ادامه رو بهتون میگم. اینم همون 5 رج بافته شده. خب اینو باید حتما مخفی کنید. برای مخفی کردنش اول از توی بافت ردش میکنید. ما برای اسکاج از حلقه جادویی استفاده نمی کنیم و حتما حلقمون باید با زنجیره باشه برای اینکه باز و شکافته نشه. خب اینو که از اینجا رد کردین و یه ذره از سر نخ باقی موند در این حد، در حد حالا نیم سانت، یه ذره بیشتر از 1 سانت هم که کمتره. این کمون این شکلی بافت رو دستتون نگه میدارید و اینو میسوزونید به این شکل. روی کار پرسش میکنید. این باید خوب بچسبه. دیگه اسکاج شما شکافته نمیشه، اسکاجتون باز نمیشه. برای یوموش هم ما همین کارو میکنیم، فرقی نمیکنه. برای یوموش هم ما باید این سر نخ رو از توی بافت رد کنیم. من دیدم اسکاجایی رو که حالا خریدن، جایی دیدم یا خودم خریدم، از وسط شکافته شدن. خب این اصلا جالب نیست و کارتون رو بی‌کیفیت میکنه. خب اینو ردش کردم. حالا باید بسوزونمش. این یه ذره الان بلنده ولی خب دم دستم قیچی نیست کوتاهش کنم. یه ذره دیگه هم باید رد کنم که خیلی آب نشه بریزه رو دستم. خب الان خوبه. دوباره اینا رو این شکلی میگیرید و بقیه نخ رو از قسمت شعله دور میکنید و میسوزونید. قشنگ میسوزونید. این سمت داخل کاره. خب و سمت بیرونش نیست. این که سوخت تموم شد این سمت تمیزه، این سمت مرتبه. ما با این سمت هیچ کاری نداریم، فقط از این سمت این سوخته و چسبیده. برای مرتب تر شدن بافتتون حتما به یک شونه احتیاج دارین. شونه رو برمیداریم قشنگ میکشید روی بافت. تا این پرزای کاموا همه بیان اون طرف و این طرف پرز کمتری داشته باشه، چون این قرار بره داخل. به این صورت روی کاموای سوزنیتونم بهتره که یکم برس بکشید که همه این رشته های تزیینیش بیاد بیرون.
به این صورت. از اون جایی که این بافت ما 5 رج هست و این بافت ما 4 رج هست، تعداد پایه های دور تا دورشون با هم متفاوته، اندازهشون نزدیک به همه. خب یعنی دقیقاً اندازه هم نیست ولی نزدیک به همه و ما میتونیم اینا رو به هم وصل کنیم. برای اینکه بتونیم اینا رو وصلش کنیم، ببینید اینم من آخر کارش رو سوزوندم. خب حتما آخر کار بافت یوموشتون رو بسوزونید. وقتی که بست زدین، زنجیره زدین، نخ رو قطع میکنید اینجا. اینجا نخ رو قطع میکنید. قیچیمو پیدا کردم و اینو میسوزونید. البته اینجا هم قابلیت سوزوندن این نخم هم داره. اینو این شکلی میسوزونید برای کانوای یوموش. این که نخ بهش وصل. خب میخوایم به همدیگه وصل کنیم. برای اینکه یک اتصال تمیز داشته باشیم از گیره استفاده میکنم. گیره، سوزن تگرد، هر چی که دارید استفاده کنید تا اینا رو ثابت کنید روی همدیگه، به خاطر اینکه بافتمون از لحاظ اندازه نزدیک به همه و پایه هامون یکسان نیستش که ما بتونیم راحت اتصال رو داشته باشیم. با قلاب 3 دارم وصلشون میکنم. شما برای اینکه اینا رو وصل کنید مهمه که پایه های این سمت رو ببینید. به پایه های این سمت خیلی کار نداریم که کجا میخوره. اینجا یه پایه میگیرین، یک پایه هم از این طرف میگیرید و مطمئن میشید که یک پایه رو کامل گرفتین، یعنی دو رشته‌ش رو گرفتین. این یک رشته، اینم رشته دومش. مثل این 1 و 2 رشته‌ش رو کامل بگیرید. یه دونه پایه کوتاه ببافید. 1 2 تا زنجیره. یه دونه پایه رو رد میکنید، پایه بعدی قلاب میزنید. از اون طرف روی هر پایه‌ای خورد اوکیه، ولی از این طرف دقیقاً همینجوری 2 زنجیره میزنید، یک پایه رو رد میکنید، پایه بعدی قلاب میزنید و به این شکل پایه پشت سرش هم میگیرید. اصلا فرق نمیکنه که پایهش کجاست. یه دونه بافتین توش، 2 تا بافتین، یعنی مثلا اگر 2 تا کنار هم خورد زیاد مهم نیست. ما با این سمت کار داریم، با اون سمت کاری نداریم. دوباره 2 تا زنجیره، یک پایه رد میشه، پایه بعدی قلاب رو دقیقاً عمود بزنید و مطمئن بشید که 2 رشته از یک پایه رو گرفتید. همین 1 2 زنجیره، یک پایه رد میشه، پایه بعدی 1 2 زنجیره، یک پایه رد میشه، پایه بعدی. اینو تکرار میکنم تا آخر رج. خب اینجا من به آخر رج رسیدم. 1 2 تا زنجیره میبافم. اینجا پایه آخرمه و این زنجیره بستم هست، اشکالی نداره. من روی پایه آخر هم یک دونه پایه میبافم، البته با یه دونه زنجیره، 2 تا زنجیره زیاده. یه دونه پایه میبافم و زنجیره میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا 10 تا زنجیره میبافم و اینجا روی پایه اول بست میزنم به این صورت. دوباره یک بست روی زنجیره، یعنی یک رشته از زنجیره رو میگیرم، یه بست میزنم، زنجیره بعدی، دوباره یه بست و نخ رو قطع میکنم. وقتی نخ رو قطع کردین ببرید سمت پشت کار، از بین زنجیره و پایه ها اگه رد کنید خیلی بهتره. مثلا اینجوری ببرید پشت و این لابلای کار بسوزونیدش.
چون این سمت یموش داره دیدش کمتره. ولی خب دیگه به هر حال این سیاهیشو باید به جون بخرید اگر که کار محکم میخواین. خب اینم از این. کامل سوخت و چسبید و دیگه میگم محاله که باز بشه واقعا، مگه با دندون بازش کنن. اینم حلقه ای که برای آویز کردن اسکاجمونه. اینم اسکاج ما که آماده شد. میتونید یه مقدار بهش فرم بدین به این صورت و تمام.